سلام به کانال من خوش اومدید. امروز آموزش نحوه باز کردن انواع بادکنک‌ها رو داریم. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید که آموزش ها رو از دست ندید. بادکنک‌های 12 اینچ باز کردنشون که هم با دهانه، هم با پمپای دستی و هم با پمپای برقیه. ولی خب یکم گره زدن بادکنک سخته برای بعضیا که حالا ناخون دارن. حالا من میخوام یه روش خیلی ساده تری از گره زدن رو بهتون آموزش بدم که راحت باشید. دو تا دستم اینجاست و انگشت شستم هم اینجاست، یعنی من فقط دارم با این سه تا انگشت کار میکنم. این دهانه بادکنک رو که اضافه هست، من پایین رو گرفتم و اینقدر دهانه اضافه، اینو میکشمش بین دو تا انگشتم رد میکنم و حالا میندازم اینجا. اینجوری از پایین اینو بر میدارم میندازم روش و تمام. این گره بادکنک. یه دور دیگه براتون گره بزنم که متوجه گره زدنم بشید. این سرعتی ترین نوع گره هست. اینو میگیرید بین دوتا انگشتاتون رد میکنید فاصله و میندازید و تمام. این راحت ترین نوع گره هست که حالا با یه کوچولو تمرین میتونید خیلی سرعتی این کار رو انجام بدید. بادکنک های بعدیمون 6 اینچ هستن. 6 اینچ ها رو با پمپ دستی باید باد کنیم که یه مقدار از بادکنک رو داخل دهانه میذاریم، میگیریم و باد میکنیم. حجم بادکنکی که باد میشه در همین اندازه هست. از این توقع 12 اینچ رو نداریم تا آخرین جایی که میشه باد کنیم. در همین اندازه کافیه. اینم دوباره میندازیم بین دستامون دور بادکنک، اینجوری یه پر دادیم، اینو میندازیم رو این و تمام. بادکنک بعدیمون بادکنک ماریه. بادکنک ماری قبل از باد کردنش یه کوچولو باید اینجوری بکشینش که جا باز کنه، مخصوصا تو قسمت دهانه. اینو اینجوری یکم میکشینش. بادکنک ماری هم باید با پمپ دستی باد بشه. یه مقدار از بادکنک رو داخل دهانه میبریم که بادکنک موقع باد شدن از دستمون رها نشه. قسمت بالاش رو میگیریم. اولیش یه کوچولو نیاز به فشار داره. حالا من در همین حد باد میکنم که تو تصویرمون جا بشه. گره زدن بادکنک ماری هم که خیلی آسونه. این قسمت رو میکشین و دوباره بین دو تا انگشت رد میکنید و تمام. بعد که بادکنک ماری رو باد کردید یه کمی اینجوری میکنید که باد همه جاش تو یک اندازه بشه. بادکنک های این سایزی و این مدلی رو میتونید واسه رنگین کمان استفاده کنید. تو دکور خیلی براتون کاربرد داره. حالا نحوه رنگین کمان درست کردنم تو کلیپ های بعدی بهتون آموزش میدم. بادکنک ماری هم که باد کردنش رو بهتون آموزش دادم که اول باید بکشین و بعد باد میکنید. بادکنک بعدی که خیلی کاربرد داره بادکنک های فویلیه که حالا انواع و اقسام و رنگ های مختلفی هستن. من قلبش رو براتون انتخاب کردم. همه بادکنک های فویلی تو این قسمت یه رنگ دیگه است. نی باید بره زیر این یه رنگ دیگه، یعنی اگه از رو بره بادکنکتون سوراخ میشه. از زیر باید بره که یه کوچولو اینجوریش میکنید و راهش باز میشه. راه باز کردنش باز میشه. در همین اندازه نی بیشتر داخلش نباید بره. بیشتر بره دیگه بادکنک سوراخ میشه. میتونید با دهن باد کنید یا میتونید با یه نی راه باد رو باز کنید و با پمپ دستی اینو باد کنید.
بادکنک‌های فویلی رو نمیتونیم با پمپ‌های برقی باز کنیم چون امکان ترکیدنش خیلی زیاده. اینم باز کردن بادکنک‌های فویلیمون با پمپ دستی. برای گره زدن پایین بادکنک‌های فویلی، چون اگه اینجوری رهاش کنیم به مرور زمان از اینجایی که حالا نی باز شده که باد بشه هواش خارج میشه. میتونید یه نی بذارید اینجوری بپیچیدش و چسب بزنید. حالا یا اگه میخواید داخل نی و حالا چوبای دستی باشه که اینجاشو میگیرید یه پیچ میدید و داخل نیای دستی میذارید. ولی بادکنک‌های فویلی رو حتما پایینش رو باید ببندید وگرنه بادش خارج میشه. بادکنک هم تا جایی باد میکنیم که تمام این خطوطا صاف بشه. بادکنک فویلیمونم که براتون گفتم. بادکنک بعدی بادکنک‌های بوبو هستن. انواع اقسام و مدل‌های مختلفش رو من تو کلیپ‌های قبلی بهتون نشون دادم. باد کردن بادکنک‌های بوبو یه قلق خیلی خاصی داره که حالا میان بعضیا میگن که باید از هر جهت بکشیدش، ولی من نسبت به تجربه‌ای که داشتم از قسمت بالا، از این قسمت و این قسمت کشیده بشه کافی. یعنی اینجوری میگیرید شما اینو میکشینش یه کوچولو، زیادم نه، یه کوچولو در همین حدی که من دارم میکشم شما میکشینش، جا برای باد کردنش باز میشه. من بادکنک بوبو هم براتون باد کنم تا ببینید. من یک کمی از بالا و پایینشو میکشم. بوبو رو بهتره با پمپ برقی اولش باد کنید. پمپ برقی هم یه کوچولو اولش رو اینجا میگیرید و بقیه که همه بادش بیاد یک سمت که راحت تر بشه بادش کرد. بعد که بادکنک بوبو رو باد کردید یه کوچولو باید حالتش بدید که حالت کروی شکل بشه. و اینکه حالا واسه گره زدن بادکنک‌های بوبو شما هر چقدر که اینو باد کنید انقدر فضا داریم واسه گره زدن، در نتیجه نگرانش نباشید. اینم مثل بقیه بادکنک‌ها که بهتون گفتم، بین دوتا انگشتتون اینو میکشید و گره میزنید. اینو میکشید بین دوتا انگشتتون و گره میزنید اینجوری. بادکنک بوبو هم کاربردهای بیشترش رو داخل کلیپ‌های بعدی براتون حتما میذارم که ببینید که باهاش چطوری بالون درست میکنیم و حالا گل تو بادکنک و هدیه‌های مختلف. امیدوارم از آموزش امروز راضی بوده باشید.